آقا مهدی به نظرتون میخوام چی بپرسم؟ والا به نظرم که نظر خاصی ندارم. فکر می‌کنم در مورد با این 2 سالی که تقریبا میام پیش شما شاید یه همچین چیزی توی این مایه ها. درست. چطور بوده؟ خب ببین من تا حالا شاید توی این سالات در واقع شارشگره زیادی به هر حال به واسطه یه تغییر جای زندگی و اینا رفتم، ولی خب خدمت شما که اومدید یه تفاوت خیلی بزرگی که در واقع تو کارتون بود این بود که شما واقعا دقت میکنید و در واقع خیلی جاها یه جوری حالت رفع تکلیف کردنه، فقط میزنن که طرف پاشه بره. ولی شما من هر سری هم که میام ببینم که واقعا هم به کارتون خیلی علاقه دارید که خیلی مهمه، چون خودم تو کارم اینجوریه، و اینکه خیلی با دقت تمام جزئیات رو رعایت میکنید، با اینکه زمان زیادی هم میذارید توی این قضیه و زحمت خیلی زیادی، اما همیشه مثل همیشه بوده و همونطوری که خودت میدونید با اینکه دوباره من دور شدم به اینجا تو این 1 سال و چند ماه، ولی بازم میومدم مزاحمت میشم و بهت زحمت میدم و قطعا خیلی خیلی ازت تشکر میکنم. کار درست. خیلی چاکریم. شاکری زنده. مبارکتون باشه. مرسی.